با عرض سلام خدمت خانواده بزرگ استاد آنلاین. دوستان عزیز، درس حقوق مدنی یک را با هم دیگه هستیم. میخوایم درس حقوق مدنی یک را آغاز کنیم. این درس راجع به اشخاص و مهجورین هست. خب فرض کنید که یک زنی تمکین را کنار میگذاره و اصلا از خانه شوهر میره. یعنی چی؟ یعنی تمکین خاص را که کنار گذاشته، هیچ تمکین عام را هم کنار گذاشته، از خانه شوهر اصلا رفته و دیگه اصلا پیداش نیست. حالا یا رفته خونه مستقل گرفته بدون رضایت شوهر و بدون اجازه دادگاه خونه مستقل گرفته، یا اینکه رفته خونه پدرش یا به هر ترتیب در حال حاضر خونه شوهر نیست. این زن میشه زن ناشزه. شرایط این تقاضا چیه؟ شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب چیه؟ شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب عبارت است از اینکه اولا غایب کسی را تعیین نکرده باشد. حجر سوء ظنی یعنی ممنوعیت هایی که بر تاجر ورشکسته به واسطه ورشکستگی حاکم میشه. حجر ناشی از ورشکستگی را اصطلاحاً میتونیم اسمش را بگذاریم حجر سوء ظنی. شخصی که دچار ورشکستگی میشه، ما به خاطر اینکه به او سوء ظن داریم میایم و او را از پاره‌ای از معاملات ممنوع و محروم میکنیم. چه سوء ظنی به او داریم؟ این سوء ظن را به او داریم که اگر دست او را در اموالش باز بگذاریم، او باعث تضرر طلبکارانش میشه. چون میخوایم جلوی تضرر طلبکاران او را بگیریم، میایم و او را از تصرف در اموالش محروم و ممنوع میکنیم. این میشه حجر سوء ظنی. چون ما به او سوء ظن داریم این کار را باهاش انجام میدیم. در واقع در حجر سوء ظنی ما با فقدان اهلیت مواجه نیستیم، بلکه با فقدان اختیار مواجه هستیم. یعنی در حجر حمایتی اراده محجور مخدوشه، اما در حجر سوء ظنی اراده تاجر ورشکسته مخدوش نیست، بلکه ما میخوایم اختیار را از او بگیریم که او موجبات تضرر طلبکارانش را فراهم نکنه. شخصی میاد با مولا علیه معامله انجام میده و مدیون مولا علیه میشه، بعد قیم بیاد از اون کسی که مدیون مولا علیه شده ضمانت کنه. وقتی قیم میاد از اون کسی که مدیون مولا علیه شده ضمانت میکنه، در واقع از این پس قیم میشه مدیون مولا علیه که این معامله نیاز به تصویب دادستان داره. مورد بعد قرض بدون ضرورت. قرض بدون ضرورت، اگر قیم بخواد برای مولا علیه مالی از دیگران قرض کنه، پولی از دیگران قرض کنه، در صورتی که این قرض ضرورت و فوریت داشته باشه، اینجا نیاز به تصویب دادستان نیست. مثل اینکه این مولا علیه نیاز به مداوای پزشکی داره، نیاز به درمان داره، قیم میاد به دلیل این ضرورتی که در حال حاضر احساس میکنه پولی را از دیگران قرض میکنه. خب دوستان، این بحث ما در خصوص اشخاص حقوقی. با اشخاص حقوقی آشنا شدیم. ما بحثمون را در خصوص مدنی یک همینجا خاتمه میدیم. نکات مهم، نکات تستخیص، نکات امتحانی، اون چیزهایی که به درد امتحان میخونه در درس مدنی یک را مورد مطالعه قرار دادیم. خسته نباشین دوستان. تا مدنی و مدنی های بعد شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.